ساکنان تاجیکستان میگویند اگر به پلیس راه پاره ندهی آنها کوشش میکنند تو را گناهکار سازند. اگر حقوقت را طلب کنی حتی میتوانند تو را با بهانه خیانت به دولت عیبدار کنند. در فیسبوک شخصی با نام علیشیر سعیدو نواره گذاشته است که بحثی او با یک کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی را نشان می‌دهد. با گفته راننده کارمند می‌خواست او را جریمه کند و همین سبب باعث ناراضگی سختی او گردید. در نوار دیده می‌شود که کارمند به شخصیت راننده دخالت کرده او را بی‌عقل نامیده است که باعث شدت گرفتن بحث شده است. یگم چه جزی نکردم که چیزی که من حقوق داشتم حق داشتم من نوشتم چیزی که میخواستم. وای خیلی شخصیت مردم در شما حق ندارین با شخصیت شما اون من دخالت کردم. و چی به بیعقل میگوید؟ تو چی حق داری مرا بیعقل میگوی؟ تو دروغ آرام میگوی. تو تهمت میزنی. لا تلفن خودت ضبط شده که. لا تلفن من هم کره تو هم ضبط شده. چی سر لباس ایواز نکردی؟ ما کسر مرا بگی سر لباس بنویس پروتکل که. بگی ریش اگر ریش ما بالام باشه بگی ریش بنویس. نه که اینجا بهودا گرفته پروتکل کرده سه اینجا تمام نمرات از کاندم گرفتم پروتکل که خود خصومت پیدا کردی. ما خصومت پیدا نکردم ما یگم خصومت ندارم. شما اینجا ناحق کار کردید. دولت نشی خصومت پیدا کردید. شما خودتون قانون دولت 100% رعایت نمیکنید. به جای فهماندن قانون و ایرانکنی، کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی تلاش میکند راننده را برای داشتن ریش و پوشش درست نداشتن عیبدار کند. قسم دیگری بحث که واکنش زیادی را به بار آورد آن است که کارمند کوشش میکند راننده را به دشمنی با دولت متهم کند. این حالت در شبکه‌های اجتماعی واکنش سختی را به وجود آورد. بسیاری از استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی گفتند که پلیس ناعادلانه رفتار کرده است، زیرا در کشور هر کس اگر از حق خود دفاع کند او را دشمن دولت میشمارند. کارشناسان هم میگویند که در تاجیکستان هر کسی از حق خود سخن گوید زود به او اتهام دشمن ملت یا خصومت با دولت میزنند. با گفته آنها این نشان میدهد که حکومت اعتراضهای مردم را مثل شکایت کردن، ناراضگی گفتن یا طلب کردن حق خود را طاقت کردن نمیتواند.